ابیاتی شرک‌آمیز در وصف علی رضی الله تعالی عنه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود، هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود، هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود، چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود، آن شاه سرافراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود، این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. بینندگان گرامی، غلو و افراط در اشخاص یکی از ویژگی‌های دین باطل رافضه بوده، تا جایی که باعث شده برخی یا تمام صفات الهی را به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و دیگران اختصاص دهند. این فرد افراطی به نمایندگی از رافضه تمام خصوصیات و ویژگی‌های انبیا علیهم السلام را در علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه خلاصه کرده و حتی فضائلی که الله متعال برای انبیا قرار داده را مرهون فضیلت علی رضی الله تعالی عنه دانسته و در حقیقت وجود علی را در همه چیز و همه جا حاضر می داند و نعوذ بالله اگر خود الله متعال نباشد، نماینده تام الاختیار او در کل کائنات علی است. این آخوند علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه را برخوردار از صفات الهی می داند، صفاتی مانند اول و آخر، ظاهر و باطن، معبود و صفت بقا و جاودانگی مطلق، در حالی که الله متعال در قرآن کریم می فرماید هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. او اول است و هیچ چیزی پیش از او نبوده و آخر است و هیچ چیزی پس از او نیست، پیداست و برتر از او چیزی نیست، ناپیداست و پنهانتر از او چیزی نیست. او به همه چیز داناست. الله اول و آخر و ظاهر و باطن است. و می‌فرماید ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر آنچه بر روی زمین است نابود خواهد شد و تنها ذات پروردگار با عظمت و صاحب اکرام تو باقی خواهد ماند.
کافر است، مشرک است. شیعه کافر است، مشرک است. چرا کلام خدا را قبول نمی کنید؟ چرا کلام پیغمبر را قبول نمی کنید؟ این برای ما یک معما هست که ما میخوایم بفهمیم. چرا کلام خدا را قبول نمی کنید؟ چرا کلام پیغمبر را قبول نمی کنید؟ این برای ما یک معما هست که ما میخوایم بفهمیم.